میتونه بیشتر پاشو بگیره بالا؟ هر کی بیشتر بگیره بالا بین من و یاسین تا بگیری بالا. از همین الان شروع شد. 50 تا بهش آقا از بعد یه کلی چالش می‌خوام انجام بدیم. خسته میشه پامون خیلی. عوض کنیم؟ باید وایساید دیشنا دیدم الان فعلا بریم بود داریم ببینیم که سریع‌تر میرسه به با لیلی بودایی؟ آره. آقا از الان شروع شد. دیشنا دیدم برو بچه‌ها میخوام فعلا چالش اول بدویم ببینیم کی سریع‌تر. قطعاً من. سه دو یک. زدم به قول اول نزدم. سه دو یک. گل خوردی به خودم امام شدم. ویدیو چک. پات گذاشتی رو زمین. ویدیو چک می‌ذاره. بچه‌ها می‌خوایم فوتبال کنیم با توپ رو بده. با این توپ می‌خوایم فوتبال کنیم تو همین اتاق کوچیک. ببین دروازه تو اونور دروازه من اینور لپتاپ. باشه هر وری که زدی. هر جوری که زدی. یعنی مثلا کل اینجا کل اینجا. آره قبوله گل. خب بده من توپو تا دیگه. بچه‌ها والیبال با یه پا. برو یکم عقب. برو عقب. ای یکیش به نفع من. نه دیشتش نکو. نکو توش. بازه کن. خب کی می‌بره هر کی پاش دیرتر اومد هر پاش میشه همین نزدن. باش دیگه نمی‌ذارم. نگو ورزش نمیخوام نگو که دلم میگیره لش نکن و اخمونشو عمو جون واسط میمیره نگو که خوابم میاد یه چرخ بزن برقص و دستاتو بازا بسته کن از خسته خب بچه‌ها چالش اول. چالش چیه؟ چالش اول با یک پا و بدون دست بلند شو از جام اینجوری. یه دست میتونیم. نه یه دست داشو. علی نگهدارت باشه. بدون ما یه دست میشه. خب بدون دست. بریم. 3 2 1. با باید یه دفعه بریم. هی داد بیداد گوه نخور دست رو داشتی دیدم. I am the one, the way your son don't need a gun to get rich. بگذار. برو ببینم تو میتونی. اینطوری میتونی بالا نشستی؟ نه اینطوری نکن. یک همه بی خیال غصه آقا نمیشه. خروج جنگی ببینیم کی برنده میشه. خیلی کم تونستیم تحمل کنیم. شاید الان نیم ساعت گذشت. کرد جهانی لیله شکسته. آقا رو تخت مخ افتادی هم باخت. مخت. بریم آقا 3 2 1 شروع. من میکروفونم جاشم درست کنم. اینطوری ما بکنی. چیکار داریم؟ اینطوری ما بکنی. با دست نباید دخالت کنی. امشب نمیشه دیگه کسی بشینه یک. نری تو پنکه. پاتم گذاشتی زمین فهمیده. اصلا خب آقا من بردم الان. برای چی؟ دویش. برای چی 2 1 یه بار که اینجا افتادی یه بارم اونجا افتادی. رو تخت جا نیست نه. آقا رو تخت مخ افتادی هم باخت. گفتی رو تخت میافتیم. گو خورد هر کی گفت. آقا رو تخت مخ افتادی هم باخت. دقیقاً باز زره. من قواز دارم در میارم. تخت حساب نیست. باش باش.
نمیشه که تخت اگه چی داشته باشه باشه تخت چی داره؟ خب 2-1 من اصلا کمتر یکی نکشیدم. تخت حساب نیست. سین بازه. اینو اینجا به خدا تخت حساب نیست. تو منو غرق خجالت کردی. اصلا رو تخت بیفته حساب یعنی چی؟ Hell no. زهر نزد. تو بازه گذاشتی. الان تو هم گذاشتی. خب تو گذاشته بودی اول. به من ربطی نداره. هر کی بذاره دیگه باخته. به اضافه تو باخته بودی. گفتی من وای میسم. اگه چی باشه میبازی. تخت بازی کن. آقا رو تخت من افتادی هم باخت. تخت حساب نیست. آقا بیا قشنگ جلو دوربین بگیم. خب جلو فیلم بردار. اگه بیافتیم رو تخت حساب هست یا نیست. یعنی ولی نمیتونی بری بشینی روش. این قانون. باشه. نمیتونم برم بشینم. خب الان من زدم باختی. باختی دیگه. گفتم تو دوربین هست. واسه نه. گفتم کسی که بشینه گفت یا نگفت؟ گفتم کسی که بشینه از عمد بشینه حساب نباید بشینه، ولی اگه پاتا گذاشتی بزن. غلط کردی. پاتا گذاشتی. باختی. آقا یکی هیچ برنده. آقا بچه‌های 50 تومن تو صورتش بزنید. من حداقل تسلیم نشدم. بگید من تسلیم شدم. آره 50 تومن ها بزنید تو صورتش. تو ادیت بنویسید که خیلی پول پرستی، پول رفیق تا برگردون سری. 50 تومن یه بار خاطر عمرش اومده 800 تومن. آقا لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. ممنون که ویدیو رو دیدید و تا ویدیو دیگه خداحافظ.